اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ابیاتی که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب شریف آداب نماز از این بیت استشهاد میارن و این بیت رو در لابلای کلمات شریفشون استفاده میکنند. این بیت زیباست که شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. این شعر که خب یکی از اشعار زیبای حافظ شیرازی در حقیقت پاکی قبل از تشرفه. خود حضرت امام یه جمله‌ای دارن که این جمله رو من عرض بکنم خدمتتون. میفرمایند جنت لقای حق جای پاکان است. اینکه انسان برای تشرف، برای به محضر بزرگ رسیدن، به محضر حضرت حق تعالی خصوصا رسیدن، اینکه به اون جنت لقا وارد شدن، با آلودگی ها و این در حقیقت گرفتاری هایی که معمولا انسان همراه خودش داره، خب این امکان پذیر نیست. لذا میفرماید که شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. انسان لازمه که قبل از ورود به ماه مبارک رمضان که یکی از مراتب اون جنت لقاست، این حقیقتی است که نازل شد در دنیای ماه مبارک رمضان، از اون حقیقت عالی جنت لقا نازل شده و چند صباحی ما هم در این دنیا باید در حقیقت وارد این بهشت بشیم، از اون بهره مند بشیم. خب انسان باید طبق این تعبیر شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. انسان باید قبلش یه پاکی و طهارتی رو انشاءالله برای خودش ایجاد بکنه. بزرگان اینجا توصیه های خیلی خوبی دارن. یه توصیه مرحوم شیخ محمد بهاری دارن در مورد این نماز یکشنبه ذوالقعده که در ورود به ماه‌های مهم خصوصا ماه مبارک رمضان خوبه که انسان نماز یکشنبه ذوالقعده رو با اون آدابی که شیخ محمد بهاری می‌فرمایند، حالا بزرگان دیگه‌ای مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و دیگران هم دارن، ولی اون توصیه‌های شیخ محمد بهاری و اون نفس گرمشون خیلی خوبه که انسان انشالله با این حال وارد ماه مبارک رمضان بشه. شستشویی کن آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. و السلام علیکم و رحمت الله.